سلام دوستان عزیزم. امروز اومدم با معرفی لوازم مروارید بافی. خب ما برای شروع هر کاری نیاز به لوازم اون کار داریم. برای مروارید بافی اول از همه به مروارید نیاز داریم. ما انواع اقسام مهره ها رو داریم. مهره از سایز شماره 2 شروع میشه، به ترتیب دو سایز میاد بالاتر. 2 4 6 8 10 12 14 تا 16 داریم. این مهره من مهره سایز 8. هر مهره نخ مناسب به خودشو داره. یعنی شما با مهره سایز 8 نمیتونین نخ سایز 8 رو استفاده کنیم. شما باید اگر مهرتون سایز 8 هست یه سایز نخش رو یه سایز کوچیک‌تر بردارین، یعنی نخ سایز 7 رو بردارین. اینجا من نخ سایز 7 رو براتون گذاشتم. از این نخ ما نیاز داریم. خب ولی الان این دوتا با هم تفاوت داره. درسته دوتاش مثل همه، دوتاش مارکش کریستال و عدد 7 رو روش زده، ولی یه تفاوتایی داره که بهتون میگم. الان ما برای ساخت کیف، گوشواره، دستبند، جاسویچی، انگشتر یا اکسسوری‌های خاص ما نیاز به نخ مخصوص به خودشو داریم. الان این نخی که دست منه، خب این نخ که دست منه ببینید کش نمیاد، پس برای دستبند مناسب نیست. خب برای دستبند مناسب نیست چون دستبند باید نخش کش بیاد و به راحتی وارد دست بشه و از دست خارج بشه. به خاطر همین این نخ فقط برای جاسویچی خوبه، برای گردنبند، برای دیگه خدمتتون عرض کنم گوشواره اینا ازش استفاده میشه. خب پس این نخ رو متوجه شدیم برای چه چیزایی ازش استفاده میشه. بعد این نکته هم بهتون بگم، این نخ ایرانی هستش و مناسب برای کیف نیست، چون اگر از این نخ برای کیف استفاده کنین ایستایی خاصی نداره، یعنی اصلا ایستایی نمیده. مثلا دیواره کیفتون میخواد بیاد به سمت بالا، خوابیده وای میسته، ایستایی نداره. پس این از معرفی این نخ. حالا این یکی نخ، این نخ هم درست شبیه اون از نظر ظاهری، ولی یه تفاوتی داره. تفاوتش اینه که کش میاد، نیم به راحتی کش میاد. این فقط برای دستبند و انگشتر خوبه که راحت وارد انگشت و دستمون بشه، انگشتر و دستبند. فقط موارد استفادهش همین هستش. خب این دوتا نخ هم سایزهای مختلفی داره. حالا این نخ برای چیه؟ ما از این نخ اصلا برای مروارید بافی استفاده نمی کنیم. چرا؟ چون این نخ خیلی سایزش ظریفه. نگاه کنید خیلی ظریفه. خب این فقط برای دوختای نامری، مثلا اگه بخواین آستر داخل کیفتون باشه، آستر بدوزین به کیفتون، خود دوخت آستر که با نخ خیاطیه، ولی بخواین خود آستر رو به کیفتون بدوزین باید از این نخ نامری استفاده کنید، یعنی آستر رو به مرواریدا دوخ بزنید. خب این از معرفی این نخ. حالا میریم سراغ این نخ. این نخ هم اصلا من پیشنهادش نمی کنم چون تجربهشو داشتم. اصلا نخ جالبی نیست. نخ سایز 3 هستش که نازکترین نخ از نظر من، اصلا هیچ ایستایی نداره و برای هیچ نوع بافتی مناسب نیست. پس از این نخ اصلا تهیه نکنید. روش هیچ مارکی نداره و صفحش سیاهه. خب دقت داشته باشید. بعد این یکی نخ، این نخ هم برای ساخت دستبند اینا میشه ازش استفاده کرد. خب
ولی برای دستبند اکثرا از این استفاده میکنن چون راحت کش میاد. این که کش نمیاد، یه نخ معمولیه. خب اینم از معرفی این نخ. حالا میریم سراغ نخهای اصلی که تو مروارید بافی استفاده میشه. یکی این نخ هستش که این الان مارکش کنده شده. نخ سایز این نخ سایز 4 هست. برای مروارید سایز 5-6 خوبه. مروارید سایز 5-6. پس هر مرواریدی نخ مخصوص به خودشو داره. مثلا شما نمیتونین با این نخ که سایز 4 مروارید سایز 8 رو ببافین چون ایستایی نداره. پس به این نکته هم دقت کنید. حالا این تمام این نخایی که اونجا معرفی کردم ایرانی بودن. خب حالا میریم سراغ این نخ اصلی که برای همه چی مناسبه. نخ خارجی بهش میگن. متراژش بیشتره، 410 متره و 6 میله، یا به این صورت میگن 60 میل یا میگن 6/10 میل. خب میدین چینا، مال کشور چینه و خارجی. و من برای شروع مروارید بافی این نخ رو بهتون پیشنهاد میدم. هیچ وقت از نخ ایرانی استفاده نکنید چون من خودم اوایل که میخواستم یاد بگیرم نمیدونستم، تجربه نداشتم، از ایرانی استفاده کردم و بافتم شلوول وایستاد و مجبور شدم تمام باف رو با قیچی نخاشو پاره کنم و نخ خارجی تهیه کردم. خب ما انواع اقسام مهره ها رو داریم. مثلا به این مهره میگن مروارید. کریستال داریم، تراشه داریم، مکعب داریم، بعد تیله داریم که من الان اینجا متاسفانه دم دست ندارم که بهتون نشون بدم. ولی شما داخل پیجای خرازی برین، پیجای مختلف هست، تو اینستا سرچ کنین خرازی براتون پیجا رو میاره، بنویسین خرازی یا بنویسین لوازم مروارید بافی. من خودم اینو از یه پیجی سفارش دادم با این مهره. الان بهتون نشون میدم. با این مهره که این مهره ببخشید این مهره اسمش تراشه است. نگاه کنید یه حالت بیضی مانند داره. خب سوراخش هم به نسبت خوبه. نخ این سایز تراشه ما سایز 8، نخ مناسبش هم سایز 7. گفتم یه سایز کوچیک‌تر باید استفاده کنید. خب من اینجا چون تو شهر ما مروارید نیم کیلویی یا کیلویی نداشتن، میخواستم کیف ببافم و به شما آموزش بدم. به خاطر همین یعنی بعد از اینکه پایه و اصول کار رو یاد گرفتین میخوام کیفای رایگان هم براتون بذارم، آموزش‌های رایگان. به خاطر همین اومدم اینو تهیه کردم، از پیج سفارش دادم با این نخ. و اینکه رنگش هم که مشاهده میکنید شامپاینی هست، براق قشنگه. خودم که خیلی دوستش دارم. اومدم 650 گرم گرفتم که یک کیف ببافم. یک کیف متوسط میشه باش ببافی. کیف کوچیک بخوای ببافی 2 تا ازش در میاد. خب اینم از لوازم معرفی لوازم مروارید بافی. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره و اینکه با آموزش من بتونین ببافین و انشاءالله کسب درآمد کنین. دوستتون دارم.